بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد از حمد و ثنای پروردگار و درود بر پیامبر بزرگوار، برای یکایک شما نمازگزاران عزیز از دارگاه خداوند تبارک و تعالی قبول طاعات و عبادات، مخصوصا عبادت امروز شما و تقوا و پرهیزگاری و خیر و برکت در زندگی و عافیت و تندرستی و توفیق پیروی نمودن به قرآن و سنت مسئلت دارم. مخصوصا زائران خانه خدا را که از این مسجد ما با توفیق الهی طول یک ماه در ضیافت خدا بودند و مهمان بارگاه الهی بودند و انشاءالله که امروز همه با خواست خدا صحت و سلامت به وطن و منزل خود عودت نمودند. تشریف ایشان را به این مسجد خیر مقدم میگویم و از خداوند مسئلت دارم که پروردگار حجهای ایشان را حج مبرور و مقبول گردانیده باشد و گناهان ایشان را در طول این یک ماه سفر زیارت مغفور و آمرزیده گردانیده باشد. آمین. موضوعی که امروز میخواهم با شما عزیزان صحبت بکنم یکی از موضوعهای داغ روز که این هم باشد مهجوری قرآن در بین امت اسلام است، یعنی ترک و رها شدن امر و نهی قرآن، فرموده های قرآن در زندگی روزمره هر فرد مسلمان. قرآن عظیم الشان 1400 سال پیش با معجزه خبر داده بود. استعیذ بالله، آیه 30 سوره فرقان است. و قال الرسول ان قوم یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظیم. قرآن خبر می دهد روز قیامت پیامبر علیه السلام از روی امت خود در بارگاه الهی شکوه می کرده است، شکایت می کرده است، می گفته است بار الها تو خود آگاه بودی که این امت من در زندگی روزمره خود امر و نهی قرآن را ترک و رها نمودند و به قوانین و احکام تنظیم کرده کافران زندگی نمودند. این شکایت در روز قیامت از جانب پیغمبر خدا بر بالای امتش، از روی امتش در پیشگاه پروردگار عرضه می شده است. این پیغمبر از روی امتش شکایت می کرده است. به خاطر چی؟ به خاطر که امتش در قرآن در دنیا امر و نهی قرآن ترک نمود، زندگی خودش بر وفق قوانین قرآن و احکام قرآن مطابق و موافق نگردانید. واقعا
امروز این آیه کلمه مصداق هم دارد. مصداق او برای همه واضح و روشن است و جا دارد که پیغمبر خدا امروز از محجوره قرآن از روی ما در پیشگاه پروردگار شکایت بکنه. حضرت در حدیث دیگری که امام دیلمی روایت میکند، این هم میتوان یک معجزه ایشان بود، از این وضع پیش آمده امت خود خبر داده بودند و گفته بودند سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من القرآن الا رسمه ولا یبقى من الاسلام الا اسمه یقسمون به وهم ابعد الناس عنه مساجدهم عامره و خرابهم من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه و الیهم تعود. روایت دیلمی است. حضرت می‌فرمایند بر امت من زمان فرا میرسد که از قرآن بجز نقش و از اسلام بجز نام دیگر چیزی باقی نمیموند. با نام قرآن قسم میخورند، قرآن در سری زبان برای تأکید قسمهای خود استفاده میبرند، برای رواج و رونق دادن کار دنیای خود استفاده میبرند به صورت قسم، اما فرسخها از قرآن و احکام قرآن و امر و نهی قرآن دور هستند. فقهای اون زمان، اونهایی که صاحب فتوا هستند و فتوا به دستشان هستند، بدترین مردمی در زیر گنبد آسمان هستند، زیرا فتنه ها از زیر پای اونها خروج میکند و به اونها باز میگردند. این فرموده پیغمبر خداست که 1400 سال پیش بیان کردند. اکنون مفسرین در باب هجران قرآن، محجوری قرآن، تفصیلات میتیان، میگویند ترک نمودن قرآن به چند طریق صورت میگیرد. یکی از طریقه های ترک نمودن قرآن این ترک آموزش و خوانش قرآن است. یعنی ترک آموزش و خوانش قرآن. امروز ما از این نظر اگر به امت خود نظر بیاندازیم، به ملت خود نظر بیاندازیم، واقعا قرآن در بین ما محجور است، زیرا کم از مردم ما هست که با خط قرآن، با الفبای قرآن، با حرف قرآن آشنا باشند و حتی کوشش هم ندارند، پروا هم ندارند برای آموختن خط قرآن و الفبای قرآن. حالا آنکه دانستن الفبای دین و زبان دین و خط دین چون زبان ملت و الفبای ملت لازم و ضروری است، باید هر مسلمان همچنانه که زبان ملی خودش میداند باید با زبان دینش هم آشنا باشد. اونچنانه که ندانستن زبان ملی و خط ملی ننگ است برای هر صاحب ملتی، همچنین ندانستن زبان دین و الفبای دینم ننگ است برای انسانی که خودش پیروی آن دین میگیرد. حالا که پیغمبر اکرم از گهواره تا گور دانش بیاموز، یعنی زمان آموزش دانش علم محدود به سن و سال نکردن، بلکه از گهواره تا گور. دیگر طریق ترک نمودن قرآن این ترک تداوم قرآن و ترک تدبر و تفهم در معانی قرآن است. این کسانی که اهل قرآن هستند و قرآن با عنایت الهی آموخته‌اند و چشم قرآن خوانی دارند، بر اونها لازم است که قرائت قرآن
خواندن قرآن در زندگی روزمره خود ترک نکند، باید وظیفه بکند حداقل هر شبانه روز مقدار 100 آیت از قرآن تلاوت بکند. و الا این قرآن از روی چنین شخصی در قیامت شکوه میکند، شکایت میکند. امروز بسیار قرآن خوانهای رو میدانیم که در خردی قرآن آموختن، ولی وقتی که دنبال زندگی شدن دیگر سالهای دراز گذشته است که روی قرآن نمیکشند. اگر کشایند دیگه قرآن با اونها حرفی نمیزند. آموختن قرآن بعدا فراموش کردن آن، محترم جماعت اهل اسلام، گناه است. پیغمبر خدا گفتن گناه است. هر که حتی یه سوره را از یاد میکند، حفظ میکند، بعدا او را فراموش میکند، گناهگاری عظیم میشود. بنابراین حداقل باید هر شبانه روز مسلمان 100 آیه از قرآن تلاوت داشته باشد. رسول اکرم گفته است کسی که هر شبانه روز 100 آیه از قرآن تلاوت نکند، در یک حدیث او را از جمله غافلین می نویسند که امام قرطبی در تفسیرشان این آورده‌اند. حتی در یک حدیث که امام قرطبی از روایت ثعلبی نقل میکنند، رسول اکرم میفرمایند که من تعلم القرآن ثم علق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر إليه جاء يوم القيامة متعلقا به ويقول يا رب إن عبدك هذا اتخذني مهجورا فاقضي بيني وبينه. روایت انس است، امام ثعلبی روایت میکنند با روایت انس. پیغمبر خدا میگه هر که قرآن آموزد، سواد قرآن خواندن پیدا بکند، ثانی دیگر نگاه به قرآن نکند، نظری به قرآن نکند، قرآن بر تاقچه گذارد به دست چنگ و غبار، این قرآن روز قیامت می بیاد در حالی که از گریبان این قاری، از گریبان این قرآن خوان گرفته در محکمه خدا شکایت میکرده است، عرض میکرده است که پروردگار ان عبدک هذا اتخذنی مهجورا، ای خدا این بنده مرا در دنیا ترک و رها کرد، مرا آموخت و بعدا فراموش کرد، دیگه بر من نگاه نکرد، فقضی بینی و بینه، پس ای خدا تو خود حکم کن بین من و بین این بنده. از این روز اندیشه کرد. بنابراین حضرت عمر حکایت میکنن رضی الله عنه، هرگاهی که جلسه های دولتی خودشان افتتاح میکردن در زمان خلافتشان که بزرگترین خلافت و پرقدرتترین دولت در کره زمین بود در دنیای همون عصر، حضرت جلسه حکومتیشان وقتی که افتتاح میکردن اول امر میکردن قرائت قرآن میشد، بعد از قرائت قرآن ثانی مشورت و مصلحت برای امور دولتی میکردن. گاره از حضرت پرسیدن که چرا شما همیشه جلسه ها رو با تلاوت قرآن افتتاح میکنید؟ حضرت عمر چه گفتن؟ گفتن من از همین آیه کریمه میترسم که روز قیامت مبادا قرآن از روی من در پیشگاه خدا شکایت بکند که ای پروردگار این بنده عمر در دنیا مرا مهجور داشت، ترک کرد، مرا رها کرد. ببینید حالا که حضرت عمر همیشه با قرآن بودن، همدم و هم نفس با قرآن بودن، ولی جلسه های مهمی خودشان با تلاوت قرآن شروع میکردن. این چنین در معانی قرآن تدبر و تفهم کردنم بر کسانی که خط قرآن خوانده میتوانند. امروز الحمدلله قرآن با هر خط و با هر زبان نوشته و ترجمه شده است. باید هر مسلمان کتاب پروردگارش، کتاب دینی و مذهبی خودش در دست بگیرد، یک بار نظر بیاندازد تا اون کتاب های بدیعی که از اونها شما اجر و ثواب حاصل نمی کنید به قرآن نظر بیاندازید. قرآن ترجمه شده هم که باشد نظر کردن در آن عبادت است. ببینید که خالق شما به شما چه امر و نهی کرده است. و سوم طریقه ترک قرآن، مفسرین کرام میگویند
این ترک عمل کردن به قرآن است. یعنی با احکام و قوانین قرآن زندگی نکردن، امر و نهی و فرموده های قرآن را در زندگی خود ترک نمودن و بالاخره قرآن پشت سر خود انداختن. گناه این بزرگتر از گناه ترک قرائت قرآن است. ترک عمل به قرآن گناهش محترم جماعه الاسلام بزرگتر از ترک قرائت قرآن است. اگر در قرائت قرآن، در هر حرف قرآن شما 10 حسنه ثواب بگیرید، در عمل کردن به هر امر و نهی قرآن شما چند برابر از قرائت قرآن ثواب حاصل میکنید. اگر شما احکام قرآن در زندگی خود پیاده سازید، چند برابر از قرائت قرآن، از تلاوت قرآن ثواب میگیرید. البته قرآن قرائتش اجر دارد، حتی نظر کردن بر صفحات قرآن اجر و ثواب دارد، ولی عمل کردن به احکام قرآن، به فرموده های قرآن بیشتر از این اجر و ثواب دارد. خب پروردگار قرآن برای چی نازل گردانید، به ما فرستاد؟ قرآن خودش در اول سوره ابراهیم اعلام می‌داره: استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزل الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید صدق الله العظیم. ای پیغمبر، ما قرآن را به جانب تو، به سوی تو فرستادیم تا اینکه بشریت را از ظلمات جهالت و نادانی و شرک و کفر و بت پرستی برهانی و به عالم نور و علم و روشنایی وارد بسازی. منظور از نزول قرآن این است که جامعه بشری باید راه سعادت خود در دنیا و آخرت در پرتو تعلیمات قرآن حاصل بکنند. قرآن ضامن سعادت ما در دنیا و آخرت است. ولی متاسفانه مع الاسف قرآنی که به قول حضرت صاحب تفسیر حسینی چراغی روشن از نور الهی جهان را داد از ظلمت رهایی، یک زمان عالم خودش، جهان عصر خودش از ظلمات رهایی بخشید. امروز مع الاسف قرآن در بین ما ترک شده هست. البته من نمیگویم 100%، آله به احکام قرآن، به امر و نهی قرآن عمل میکردگی انسان ها هستند، ولی خیلی کم هستند، خیلی کم هستند. قرآنی را که پروردگار چون آیین نامه زندگی برای مسلمان ها فرستاد، به تعبیر علامه اقبال بگوییم که باید مسلمان زندگی فردی و اجتماعی خودش با این آیین نامه قرآن درست راست بکند و اصلاح بکند و باید با ترازوی قرآن گفتار و کردار خودش را برکشد و بسنجد. مع الاسف امروز نقش خدا آنچنانی که خدا میخواهد در بین ما ادا نمی کند. حضرت علامه درست میگویند، به ما و شما خطاب میکند، میگن ز قرآن پیش خود آیینه آویز. ای مسلمان، قرآن در برابر خود قرار بده، مثل آینه که هر سحر سر و صورت در برابر آینه اصلاح میکنی، درست میکنی. قرآن هم برای زندگی خود چون آینه قرار بده، آیین نامه زندگی خود بگیر. ز قرآن پیش خود آینه آویز، دگرگون گشته ای از خویش بگریز. ترازوی بین اعمال خود را، قیامتهای پیشین را برانگیز. یعنی باید هر انسان برای سنجیدن و برکشیدن اعمال خود، کردار خود، از ترازوی قرآن استفاده ببرد، ببیند که کردار من، رفتار من با قرآن مطابقت و موافقت میکند یا نه. مسلمان های صدر اسلام حضرت عبدالله ابن مسعود روایت میکنند، میگن وقتی که از قرآن ما 10 آیه حفظ میکردیم، 10 آیه، تا این 10 آیه را
با تمام الفاظ و قرائات و معانیش و پیاده کردن احکام او در زندگی تطبیق نمی کردیم با آیه های ثانی نمی گذاشتیم. اگر اول اون 10 آیه رو خوب می آموختیم، با لفظش با قرائتش آشنا می شدیم، بعدا امر و نهی او رو در زندگی ما تطبیق می کردیم، احکامش در زندگی خود پیاده می کردیم، ثانی با آیه های دیگری از قرآن می گذاشتیم. در باب قصه تحریم خمر تمسک اصحاب رسول اکرم به فرموده های قرآن حکایه می کنند که چگونه اونها به امر و نهی قرآن تمسک داشتند، چنگ می زدند. حکایه می کنند زمانی که آیه تحریم خمر، آیه که شراب نوشی را، عرق نوشی را بر امت اسلام حرام گردانید، که آیه 100 سوره مائده هست که در مدینه منوره این نازل شد. تا همون زمان خمر در دین مقدس اسلام حرام نبود. بودند مسلمان هایی که خمر می نوشیدند، چون هنوز شریعت حال او را حرام نکرده بود، زیرا احکام های دین مقدس اسلام به تدریج زینه به زینه مشروع شدند، ثابت گشتند. وقتی که میگوید آیه استعذ بالله یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، وقتی که نازل شد پیامبر اکرم در جمع اصحاب آیت قرائت کردند و با جارچی ها امر کردند که این آیت در کوچه های مدینه، در کوچه های شهر قرائت بکنند تا مردم بفهمند که از این روز به بعد خمر و شراب نوشی در دین مقدس اسلام قطعا حرام شد، با نص قرآن حرام شد. حکایه میکنم وقتی که جارچی ها در کوچه های مدینه این اعلان کردن، آیت مبارکه را اعلان نمودن، محفل های بود در بعضی خانه ها، محفل های شراب نوشی، حتی بعضی کسا جام شراب در دستش بود. هنگامی که خبر آمد که رسول اکرم بر پیغمبر خدا وحی آمده است بر تحریم خمر، همون لحظه جام شرابش میگه چپه کرد. کوچه های مدینه میگه از خمر و از شراب میگه جاری شد. کسی که در خانهش در کوزه ها در خمه ها خمر داشتن برآورده در کوچه میگه خمرهاشان میریختن یا میشکستن. مردم عرب مثل که امروز بعضی ملت ها خودشان خمر استحصال میکردن، اونا خودشان خمر میساختن. خمر از انگور و از خرما و از نوع مثلا حبوبات، گندم و شالوجه خودشان درست میکردن. هنگامی که همین آیه نازل شد و در کوچه های مدینه قرائت شد، مورخ شهادت میدن که کوچه های مدینه میگه از خمر میگه جاری شد. اونها چنین پایبند به امر و نهی قرآن بودن، چنین تمسک به امر و نهی قرآن داشتن که بنابر خاطر همین اونها عزت به دست آوردن، نصرت به دست آوردن و در یک زمان پرچم علم و معرفت و تمدن و مدنیت بشری را به دست گرفتن. بنابراین تا زمانی که امت اسلام تمسک به قرآن داشته باشد انشاءالله گمراه نمی شود، زیرا این وعده پیغمبر خداست. رسول اکرم در یک حدیثی که حضرت مالک ابن انس صاحب مذهب روایت میکنند در موطاشان گفته بودند ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنت رسولی. ای امت اسلام، من در بین شما 2 میراث گرانبهای از خود گذاشتم، یکی قرآن، دیگری سنت، حدیث پیغمبر، سنت رسول اکرم. شما تا زمانی که چنگ به این 2 میراث من بزنید هرگز در زندگی روزمره خود گمراه و در ضلالت نمی افتید. بنابراین اونها عزت داشتن، اونها نصرت داشتن. اما امروز ببینیم که ما تا چه اندازه از نظر عمل به احکام قرآن پایبند هستیم و تمسک داریم. برای مثال چند امر و نهی های قرآن من به شما تذکر میدهم، ببینید خودتون قضاوت بکنید که چند فایزی از مردم ما به قرآن
زندگی می کند. یا چند فائز مسلمان های ما مسلمان قرآنی هستند، اسلام قرآنی دارند. برای مثال قرآن ادا نمودن نماز و زکات یکی از رکنهای مهمترین اسلام بعد از ایمان معرفی می کند و در قرآن با شیوه های مختلف پیروان خودش امر به نماز میکنه. استعیذ بالله و اقیموا الصلاه و آتوا الزکاه و اقیموا الصلاه ولا تکونوا مشرکین، که در قرآن تعبیر نماز حتی مفسرها میگن زیاده از 70 بار تکرار شده است که خداوند امر کرده ایستاده است که هر کی پیرو قرآن است، هر کی بنده من است، باید نماز به پا دارد، باید زکات ادا بکند. امروز انصافاً بگوید که چند فائزی از مردم ما نمازی هست، پابندی به این امر قرآنی هست، یا چند فائزی از اغنیای ما، بایهای ما که خدا به اونها ثروت داده است ادای زکات میکنند. خودتون انصافاً قضاوت بکنید. یا اینکه قرآن از اعمال زشت مثل شراب نوشی، قمار بازی، زناگاری، رباخوری که اینها بجز دردسر برای انسان و جامعه بشری دیگه سوغات ندارند، پیروانش منع میکند، پیروانش نهی میکند. اما ببینیم که امروز چند فائزی از مردم ما به این نهی های قرآن، به این منع های قرآن عمل دارد و زندگی دارد. قرآن میگه استعیذ بالله انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خدا میگه شراب نوشی و قمار بازی پلید است، باید از اینها شما اجتناب ورزید. قرآن میگه ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. به زناگاری نزدیک نشوید زیرا این عمل زشتی و راهی بدی است. قرآن از رباخوری، پرسینخوری پیروانش منع میکند، حتی اعلان جنگ با خدا برای اونها میکند و ان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. اما مع الاسف امروز کم مسلمانی هست که لاف اسلامی میزند با این فرموده های قرآن عمل و زندگی میکند. خود من همین برای سنجش اسلام مسلمان های ما، برای سنجش اسلام هر مسلمان خود معیار است. این فرموده کدام ملا نیست، فرموده کدام مجتهد نیست، این امر و نهی قرآن است که من به شما گفته دادم. شما میتوانید هر کدامتان از قرآن های ترجمه شده این چیزی که من گفته دادم ببینید و بیابید که پروردگار این چیزها را امر کرده است و در حیات روزمره بسنجید ببینید که چند فایزی از مردم با این فرموده ها و امر و نهی های قرآن زندگی دارند. یا مخصوصا قرآن برای زنها. حالا امروز زنها از مد نظر گویا دور افتادند، گویا که اونها مکلف نباشند، گویا که زنها بنده خدا نباشند، گویا زنها پیرو قرآن و پیرو اسلام نباشند، گویا امر و نهی قرآن به اونها تعلق نداشته باشد. اونقدر ما نسبت تربیت و تعلیم دخترهامون و زنهامون به اهمیت شده ایم که گویا اینها گور قیامت داشته باشند. حالا که قرآن برای زنها هم سفارش دارد. قرآن چی میگه؟ استعیذ بالله ولیضربن بخمورهن. ای پیغمبر، حتی در یک آیت دیگر تصریح میکند یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. ای پیغمبر به زنهای امت بگو که لباس اسلامی به تن کنند، بگو که اونها حجاب اسلامی داشته باشند، وقتی که از دری خانه بیرون میشوند بجز روی و کف و قدم باید تمام اندام او دیگه پوشیده باشد. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى و اقمنا الصلاه و آتینا الزکاه و اطیعنا الله و رسوله. اینها امر مخصوصی به زنهاست. حالا ما زنها را کنار گذاشتیم، قرآن سفارشی به زنها داده که باید زنی مسلمان
چون زن ایام جاهلیت اولا خودنمایی نکند، برهنه و نیم برهنه به کوچه نبراید مانند زنهای جاهلیت اولا و جاهلیت قرن 20. قرآن ببینید ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، گفت لفظ اولا را این جاهلیت نخستین به خاطر آن ذکر کرد که خود خبر میدهد که در آینده جاهلیت دیگری میبیاد که زشتر و قبیحتر از جاهلیت اول است. واقعا جاهلیت ثانی جاهلیت قرن 20 است که در جاهلیت قرن 20 زن بی حیایی و بی عفتی کرده ایستاده است که جاهلیت اولا جاهلیت اول او را حتی در خاطرش نمیگذرانه. قرآن میگوید و اقمنا الصلاة و آتینا الزکاه و اطیعنا الله و رسوله. زن مسلمان هم باید نماز به پا دارد. زن مسلمان هم وقتی که صاحب ثروت شد زکات باید ادا بکند و اطاعت از امر و نهی خدا و رسول داشته باشد. امروز خودتان قضاوت بکنید که چند فائزی از زنهای ما پابند این فرموده های قرآن هستند، با این امر و نهی قرآن زندگی عمل میکنند. متاسفانه امروز مخصوصا دخترای ما، جوان دخترهای ما گرفتار فرهنگ و تمدن غرب شده ایستادند، صید دام اونها گشته ایستادند. امروز متاسفانه مخصوصا در باب لباس پوشی تقلید کرکرانه از اونها دارند. علم آورش این است که هر اعمال ضد اخلاقی، هر بی حیایی و بی عفتی که از جانب غربی ها ترغیب و تشویق و رکلام می شود، جوانهای ما او را همچون مدنیت، همچون فرهنگ، همچون مود یا مدرنیزم قبولش میکنند. حالان که در یک سخن حتی رئیس جمهور هم درست گفته بودن که نرم‌های اخلاقی گفتن در دنیای غرب امروز حکم فرماست، با ارزش‌های اخلاقی ملت ما موافقت نمی‌کند. این خیلی سخن حکیمانه بود، سخن رئیس جمهور. یعنی باید جوانهای ما باید ارزش‌های اخلاقی خودشان از دست ندهند. باید دختر مسلمان، دختر تاجیک حیا و عفت که یکی ارزش‌های اخلاقی ملی و دینی است، این از دست ندهد. باید با حیا و با عفت باشد. ولی متاسفانه نه به قول خدا و رسول عمل دارد دخترای ما، نه به قول راهبرا و علماها عمل میکنند. امروز همون برهنگی و نیم برهنگی که امروز دانشمندها میگویند این یک بیماری اجتماعی شناخته شده است، این دردسرهای زیادی به جامعه بشری آورده است که یکی از دردسری که آورده است همین بیماری سپید است که امروز تقریبا 20 میلیون بشریت به کام اجل فرو بود. و حتی در یک مجله من خواندم در امریکا 10 میلیون مرد حتی قوه مردی خود از دست دادند. اینا محصول چی هستند؟ محصول ان همون برهنگی و نیم برهنگی زنها هستند. چون از خوردی در عائله که در پهلوش با زنی برهنه و نیم برهنه میشینه دو سر کار میکند، بالاخره کم کم دیگر او شهوت مردانگیش از دست میدهد. 10 میلیون حتی در یک مجله نوشته است مردای امریکایی گم کردین شهوتی خدا. در اثر چی؟ در اثر همین پدیده برهنگی و نیم برهنگی. بنابراین این مدنیت نیست، این ننگی بشر است. درست میگد اون شاعر که این ننگی بشر بین که زند دم ز تجدد، عریان بنموده است چه حیوان بدنی خودم. دخترایی که مانند حیوان بدناشون برهنه میکنن و با این برای خودشان نواوری و نویگری و مثلا حاضر زمانی می حسابا تقلید به غربی ها میکنن، این مدنیت نیست. میگه این ننگ است. این ننگ بشر بین که زند دم ز تجدد، عریان بنموده است چه حیوان بدنی خود، پیچیده سر از حکم خدا کرده تمرد، بنموده و تقلیدی غلط پیروی از مود، این است تمدن که کنون رایج باب است. متاسفانه مدنیتی که امروز در رواج و رونقش مگه همین است، همین برهنگی و نیم برهنگی است. پس از این نظر
ببینید که چقدر مردم ما از قرآن دور افتادند، از مثلا به قرآن عمل نمی کنند. خداوند قرآن به خاطر آن نازل گردانید که ما باید پیروی به قرآن داشته باشیم، نه پیروی و تقلید به کسانی که منکر قرآنند یا دشمن قرآنند. خدا در قرآن چی میفرماید؟ استعیذ بالله: یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. ای مؤمن ها، اگر شما پیروی از اهل کتاب بکنید، پیروی از کافرها بکنید، اونها شما رو دوباره به کفر و کافری میکشانند و برمیگردانند، چنانه که خودشان الان در این گرفتار هستند. این تقلید نمودن معنای اطاعت نمودنی از چی دارد؟ معنای اطاعت نمودنی از مدنیت اونها و فرهنگ اونها رو دارد. باید مسلمان طبق مدنیت و فرهنگ دینی و ملی خود زندگی بکند. این تقلید کرکرانه کردن، تقلید جاهلانه کردن از نظر شریعت اسلام حرام است. تقلید باید عاقلانه باشد. شما تقلید در آموختن علم و دانش، تقلید در آموختن کسب و هنر به اونها بکنید، نه تقلید در عرف و عادت، نه تقلیدی در دین و مذهب، نه تقلیدی در فرهنگ و مدنیت. اگر ما در این چیزها تقلیدی به اونها بکنیم، بالاخره فرهنگ خودمان از دست میدیم، دین خودمان از دست میدیم، بالاخره منقورت میشویم. منقورت یعنی شخصی که دیگه نه ملتش میشناسد، نه دینش میشناسد، نه فرهنگش میشناسد. از این خاطر حضرت علامه اقبال هم، مولانای روم هم این نوع تقلیدکاری ها را لعنت گفتیان. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. خاصه تقلیدی چنین بی حاصلان، کابرو را ریختن از بحرینان. رسول اکرم با معجزه 1400 سال پیش از این تقلیدکاری های امتشان در حدیث بخاری خبر داده بودند. حضرت میفرمایند: لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو القزة بالقزة. و فی بعض روایت هم دیگه شبرا علی شبر حتی اذا دخلوه جحر ضب لدخلتموه. ببینید با تأکید، با قسم پیغمبر بیان کرد استادیان. البته حضرت با نور معجزه میدیدن، آینده رو میدیدن. گفتن سوگند به عزت و جلال خدا، شما ای امت اسلام روزی می آید که مو به مو، وجب به وجب دنبال اهل کتاب می روید، تقلیدی به کافرها می کنید، حتی اونها به لانه سوسمار داخل شوند، شما هم کرکرانه دنبال اونها با همون لانه تنگ و بدبوی و کج سوسمار داخل می شوید. گفتن این کنایه از چی است؟ کنایه تقلید کردنی در هر امور حقیر و پستم. اصحاب پرسیدن: یا رسول الله، منظور شما از امتهای گذشته کی است؟ آیا یهود و نصرانی هاست؟ حضرت گفتن که آره. دیگر کی هم میگه؟ آره، یهود و نصرانی هاست. بنابراین مسلمان باید زندگی خودش طبق قرآن درست بکند. و حضرت علامه اقبال میگوید که از یک آیینی مسلمان زنده است، پیکری ملت ز قرآن زنده است. مسلمان از توحید زنده است. دین ما دین توحید است، یک آیینی است، یک خدایی است. از یک آیینی مسلمان زنده است، پیکری ملت ز قرآن زنده است. تا وقتی که ما با قرآن زندگی میکنیم ملت مسلمان هستیم. وقتی که از قرآن جدا شدیم دانید که ما دیگر مسلمان نیستیم، دیگر ملت اسلام نمیشود ما را گفت. هستی ملت ز آیین است و بس، باطنی دینی نبی این است و بس. هر ملت وجود و هستش از دین و آیینش است. باطنی دینی نبی این است و بس، ملت را رفت چون آیین ز دست.
همچی خاک اجزای او از هم شکست. کدام ملتی که دین و آیینش از دست داد وای خاک و تراب شد، ریز چاش شد. گر همی خواهی، آخر به حضرت چی اضافه میکنه؟ گر همی خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. اگر میخواهی که همچون مسلمان باشی و ملتت همچون ملت مسلمان باشد، ملت ما باید که با قرآن زندگی بکنیم، باید تمام احکام قرآن در زندگی خود پیاده سازیم، چه زندگی فردی چه زندگی عائلوی، باید عائلمان هم عائله قرآنی باشد، چه زندگی اجتماعی در جامعه. اون صورت ما میتونیم بگوییم که واقعا مسلمانیم، مسلمان قرآنی هستیم، مسلمان ناب محمدی هستیم. و الا اون قولهایی که در گذشته میگفتن مسلمانی در دل است، دل پاک باشد شد، اون مسلمانی قرآنی نیست، اون مسلمانی اروپایی است، اون مسلمانی اتئیستی است، نه مسلمانی قرآنی. مسلمانی قرآنی همین است که الان امر و نهی قرآن ما با شما گوشزد کردیم. او مسخره کردن به قرآن است. چنانه که یک شخصی همین چنانه رو میگه، از مسلمانیش سوال کردن، گفتن تو از کدام ملتی مسلمانه؟ گفته بود از آره مسلمانم. گفتن آخه در دین اسلام نماز هست، نماز میخونی؟ گفته از حال هنوز نخوندم ولی الحمدلله مسلمانم. پرسیدن که روزه گرفتی؟ گفته از طاقت گرسنگی روزه رو برداشتنش تحمل ندارم ولی الحمدلله مسلمانم. عرق می نوشی؟ عرق گفته کار هر روزه می ولی الحمدلله مسلمانم. دزدی میکنی؟ دزدی هم کاری معمولی ولی الحمدلله. گفتم برادر این که مسلمانی نیست، این مسخره کردنی به اسلام است. رنگ خدا قرآن میگه استعیذ بالله، منافقان که و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا و لعبا، وقتی که میگه منافق ها را به نماز دعوت میکردن، اونا نماز مسخره میگرفتن. این مسخره بازی به اسلام است، این که مسلمانی نیست. مگر اسلام میشود اسلام بدون نماز باشد؟ مگر اسلام قرآنی اسلام بی نماز است؟ اسلام بدون زکات است؟ مگر اسلام ناب محمدی اسلام با عرق نوشی و زناگاری و خمرخوری و همین کار هاست؟ نه برادرها، این اسلام قرآنی نیست. این اسلام باز به تکرار میگم اسلام اروپایی است، اسلام امریکایی است، نه اسلام ناب محمدی. اگر میخواهید مسلمان باشید باید 100% زندگیتان مطابق قرآن بکنید. اون وقت شما حق دارید خودتان مسلمان میزنید و الا الله فی مسلمانی نزنید. و حضرت علامه مولانا رومی حکایه ظریف در مثنویش داره. حکایه همین است، میگه پهلوان قزوینی نزد یک استای خالکوب رفت، گفت که میخوام در پشت من گوید نقشی شعر. گفت خالکوب تا اینکه در میدان گفت از مشاهده اون شعر ترس و هیبت در دل حریفون بیفتد. استاد گفت خوب آماده باش. گفت آماده شو. وقتی که میگه اولین سوزنها را در پشت پهلوان قزوینی کوپید، یک وقت داد و فریادش بلند شد. گفت از کجا شروع کردی؟ گفت از دمش شروع کردم. گفت دم شرها کن، شعری به دم هم میشه بعد. خب از پاش گرفت، باز داد و فریادش بلند شد. باز گفت از کجا گرفتی؟ گفت از پاش. گفت پاش هم رها کن، شعری به پا هم میشه بعد. خود باز از سرش گرفت، همین قصد در اینش هم تاب نآورد. گفت سرش رها کن، شعری به سرم میشه بعد. به حضرت میگه بر زمین زد سوزناندم اوستاد، گفت در عالم کسی را این فتاد، شعر به گوش و سر و اشکم کی دید، این چنین شعری خدا کی آفرید. اون شعر میشه به سر باشد، به پا و به دست باشد. و در آخر چی میگه؟ چون نداری طاقتی سوزن زدن، از چنین شعری جیانی دم مزن. مگر مسلمانیان میشود به نماز باشد؟ مگر مسلمانیان میشود به زکات و به روزه باشد؟ وقتی که طاقتی نماز ادا کردن، طاقتی زندگی کردن به احکام اسلام نداری، پس برادر لاف مسلمانی نزن. حالا بعضی کسایی که
سری موی به قرآن زندگی عمل ندارند. اگر گویش که برادر تو نامسلمان هستی، تو با قرآن عمل نداره، تو اسلام قرآنی نیست، والله قطعی چی مثلا مقابلت و مقاومتی نمی کند. از گریگان میگره که تو مرا نامسلمان میگوی. آخه قرآن تو رو گفتی ایستاده، چون نداری طاقتی سوزن زدن از چنین شیری جیان، پس دم مزن. وقتی که طاقتی زندگی کردن به احکام قرآن، امر و نهی قرآن که نداری، پس خودت مسلمان نگو، پس خودت پیروی آیین اسلام نگو. متاسفانه امروز قرآن در بین ما، در حیات روزمره ما، اگر شما نظر کنید، انصافا نظر کنید، از زنده ها را دیده بیشتر در مرده ها قرآن نقش دارد. امروز قرآن اگر میدان عملش ببینید، مسجد است و گورستان و خیر خدایی که متعلق به گورستان است، در همین جاها قرآن استفاده می شود. در مسجد برای خاطر ادای نماز، و وقتی کسی در سکرات افتید، از اون لحظه دعا خواندن و قرائت قرآن شروع می شود تا به سر گور و تا به خدایی و دیگه مثلا اعمالش. همین گمان میکنن مسلمانی است. قرآن در همین جای استفاده بردنش مسلمانی میگن. و حضرت علامه درست میگن، علامه اقبال، که ببندی صوفی و ملا اسیری، حیات از حکمتی قرآن نگیری، با آیاتش تو را کار جزی نیست، که از یاسین او آسان بمیری. آیا قرآن برای مرده ها نازل شده است؟ آره، قرآن برای مرده ها هم رحمت است. این سخن معنای او رو ندارد که تلاوت قرآن برای مرده ها درست نیست، چنانکه که از عید جوان ها پیدا شدیند. این سخن های نامعقول میگویند. قرآن برای مرده ها هم رحمت است، برای زنده ها هم رحمت است. اما هدف از نزول قرآن این فقط سوغات و هدیه کردن برای مرده ها نیست. هدف از نزول قرآن زندگی کردن در پرتو تعلیمات قرآن است. تا درجه در بین ما، خصوصا مردم ما، قرآن اختصاصی به مرده ها پیدا کرده است که حتی اگر خدا نکرد و در یگان جشن شادی اگر آیت از قرآن تلاوت شود، بسیار آدم از او فال بد میگرفتند. میگفتن این توی است، این خرسندی است، نخواه در توی خرسندی قرآن تلاوت بکنن. این از روی چی است؟ این از روی همون کجفهمی است که ما قرآن اختصاصی به مرده ها دادیم. گویا قرآن فقط کتاب مرده ها باشه. برادر، قرآن برای تو است، برای زنده هاست. قرآن قانون اساسی حیات تو است، آیین نامه زندگی تو است. این فقط برای مرده ها نآمده است، برای زندگی تو را نشان دادن خدای را فرستاده است. مگر در توی و در سرور قرائت قرآن نامبارک است؟ نه، برعکس در هر محفلی که قرآن قرائت بشود، او محفل مبارک می شود. در اون محفل برکت خدا نازل می شود، فیض خدا نازل می شود. اما در اثر کجفهمی متاسفانه این نوع تفکر در ذهن مردم ما، اکثر مردم ما هست که حتی در تویها از خواندن قرآن پرهیز میکنند که این محفل شادی است. تویها قرآن باید در خدایی خوانده شود، در جنازه و در مرده خوانده شود. بنابراین باید تویها باید با طرز اروپایی برگزار شود. تویهای سرخی کمسمالی باید برگزار. بسیاری از این تقاضا رو دارن، بعضی حتی روشنفکرهامون. باید محفل‌های قرآن خوانی و محفل‌های مولود خوانی علاهده باشد. محفل‌های مثلا توی باید با طرز اروپایی برگزار شود، زیرا این محفل شادی است و اونها مفهوم شادی را محدود کردن در همون نوع توی‌هایی که اروپایی ها برگزار میکنند. حالا که شادی این یک مفهوم نسبی است، هر انسان شادی را به طرز تفکر خودش میفهمد. و یک انسان مثلا ببینید، اگر ارتش آوردن
برای شادی و سرور حاصل می شده باشد، یه آدم دیگر در توش قرائت قرآن شود، امر معروف و قرائت مولود شود، از او شادی و سرورش حاصل می شود. یه انسان دیگر از بوز دادن و گوشتین دادن شادی و سرورش حاصل می شود. مگر می شود گویم که همه باید توی هاشان طرز اروپایی برگزار بکنن، توی ها باید توی های سرخی کم سمالی باشد؟ نه، این شادی و سرور میگم که مفهوم های نسبی دارد، یعنی به هر انسان نسبت هر انسان مختلف می شود. اگر یکی با شراب نوشی و عرق نوشی سرورش حاصل شود، با رقص کوبی و پای کوبی، یه آدم دیگر با مولود خوانی و قرائت قرآن شادی و سرورش حاصل می شود. بنابر خاطر همین باید امت اسلام تمسک به قرآن از دست ندهد. انشاءالله اگر ما تمسک به قرآن بکنیم، بازگشت به قرآن بکنیم، همون عزت و همون نصرتی را که صدر اول ما مسلمان های صدر اول به دست آوردن حاصل می شود. زیرا آخر این امت اصلاح نمی شود مگر به آنچه اول این امت اصلاح شد. آخر این امت عزت و نصرت نمی یابد مگر به آنچه اول این امت عزت و نصرت یافت. آخر این امت سربلند نمی شود مگر به آنچه اول این امت سربلندی یافت. اول امت اسلام با چه عزت و سربلندی یافت؟ با تمسک کردن به قرآن، با چنگ زدن به امر و نهی به قرآن. پس اگر ما خواهیم اون عزتی از دست رفته رو دوباره به دست بیاریم، باید تمسک به قرآن داشته باشیم. امروز خواری و ذلتی که ملت اسلام دارد، باز میگویم از مهجوری قرآن است، از ترک و رها شدن قرآن در بین مسلمان ها. علامه اقبال حق به جانب اوست که میگوید خوار از مهجوری قرآن شدی. مهجوری یعنی ترک و رها کردن قرآن. خوار از مهجوری قرآن شدی، شکوه سنجی گردشی ایام شدی، همچو شبنم بر زمین افتاده، در بغل داری کتاب زنده. واقعا این کتاب زنده است. این کتاب همون خصوصیتی را که در صدر اسلام داشت، همون خصوصیت را داراست. این کتاب همون کتاب است که سینا و بیرونی و مولانا و جامی برآورد. الان همون تعلیمات، یه حرفش دیگر نشده است. با قادر است مکتب قرآن چون این نابغه ها را دوباره به امت اسلام با تقدیم بکند، ولی به شرطی که ما عمل به قرآن بکنیم، تمسک به قرآن بکنیم. ز فرمان قرآن چرخ تافتی، بجای خوشی ناخوشی یافتی. حضرت درست میگویند وقتی که از فرمان قرآن امت اسلام رو گردانید، از همون روز تنزل عالم اسلامی شروع شد. حتی یکی از بزرگان میگوید اگر عالم مسیحیت روزی که از انجیل روگردانی ترقی کرد، عالم اسلام روزی که از قرآن روگردانی تنزل کرد. تا زمانی که امت اسلام تمسک به قرآن داشت، در همه جبهه های زندگی و رشته های علم و فن ترقی کرده بود، پیش رفته بود. زمانی که من تاریخ خود شاهد است، ما سینا و بیرونی و دیگر داشتیم، اروپا در خواب غفلت بود. زمانی که ما در کتابخانه هامون 4 میلیون و 2 میلیون کتاب خزینه داشتیم، اروپا به جز چند کتاب دینی و مذهبیش دیگر کتابی نداشت. اما زمانی که امت اسلام رو از قرآن گردانید و به خرافات و کجروی ها تمسک کرد، ذلت عالم اسلامی چی شروع شد. بنابراین حضرت درست میگوید خوار از مهجوری قرآن شدی، شکوه سنجی گردشی ایام شدی، همچو شبنم بر زمین افتاده، در بغل داری کتاب زنده. ز فرمان قرآن چرخ تافتی، به جای خوشی ناخوشی یافتی، شعاری همه کینه و جنگ شد. امروز اختلاف ها هم از روی چی است؟ از روی عمل نکردن به امر قرآن که میگوید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. باید به این رسمان خدا چنگ بزنیم. شعاری همه کینه و جنگ شد،
به ما عرصه زندگی تنگ شد. دعا بکنیم که پروردگار برای هر یکی ما توفیق پیروی نمودن به امر و نهی قرآن و زندگی کردن در پرتب تعلیمات قرآن و پیاده کردن احکام قرآن در زندگی روزمره نصیب و روزی بگرداند و خداوند عزت و نصرت از دست رفته امت اسلامی را به برکت عمل نمودن به قرآن دوباره به این امت مظلوم و رنج کشیده پروردگار بازگرداند. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. که شما برای قدم‌های اول‌های او رنج فرمودن خصوصا برای ادای نماز جمعه و برای زیارت مهمانان خانه خدا تشریف آورده اجر جزیل و ثواب بزرگ عطا فرماید و خصوصا جوانان روایتی در این زمان می‌بینم هر کلام چهره‌های نورانی و دلهای لبریز از ایمان و محبت به خدا و رسول الله و این جوانان مدرات نصحت و موفقیت در کسب و کار و زندگیشان و برکات در رزق و روزشان طلب دارم. پروردگار و این جوانان مدرات نصحت خداوند را به اینها نصیب کرده و زیارتی و دیارت خانه تو رو بخشیدن حضر الاسباب مشرف کرده. پروردگار آنجایی که از سفری مبارک بازگشتند و کلامش که روزها قصدی بازگشتن دارند اونها را هم سلامت و خاطرشان باز کردند و حجاشان مقبول کردند قرمایتی بعد از حاجیان محترم از ما خواهش کردند که شما حضرت فهمانید که خوبتر زیارت حاجی ثواب است، لیکن بسیار خواهرای مسلمان و مادرای مسلمان مردهای حاجیان مرد زیارت میکنند. میخواهم شما خواهرای عزیز و مادرای که در این محله هست که آواز ما را بشنوید و شما هم عاشقان نبی محمدی این خبر و محله های خودتان برید. از خواهرای مسلمان خواهش میکنم که مردهایی که حاجی هستند اونها را زیارت نکنند دست به دست، زیرا که اسلام به هیچگاه اجازت نمیدهد زن مرد بیگانه را اگر چیزی نباشد او را زیارت کنه دو دست به دست. بنابراین امروز الحمدلله مادران ما خواهرای ما هم شماری زیادی اونها به هر وقتی ایستاده‌اند. بهتر میشد خواهرای عزیز ما اونها را زیارت میکردند، از اونها احوال پرسی میکردند، اما مادرها را سبب اجازه‌شان نمیشدند. برای اسلام مادرای عزیز هیچگاه رخصت نمیدهد. باز میگویم پیغمبر بزرگوار هرگز از کعبه مادر ما میگویند که با دست خود دست زده را گرفته این سلام نکردند. اگرچه بیعت کرده باشند بعضی روایت‌ها با یعنی گرفتن رویمال بود یا آستینشان آویزان بود. از این سبب بهترش میشد همین خواهرای عزیز این زیارت‌کنی‌ها را کمتر میکردتون. خوب معنیش برای تبلیغ برای خاندانشان، اما زیارت کردن باز تاکید میکنم عادت نکنید. انشاءالله صحبت خوب از حاجی آقا محمود جان شنیدن در باب فضیلت قرآن و آداب قرآن و عمل کردن به قرآن و امیدوارم صحبت برای کاری شما یک درس خوبه، یک درس تربیویه، یک درسی که سبب پیدایش محبت شما نسبت به این کلام خدا، نسبت به این کلام بزرگ پروردگارتان گردیده باشد. و انشاءالله جمعه آینده چگونه من وعده کردم سالهایی که دو سه جمعه پیداکر به من رسیده است من نزدیکی اینها جواب شما میگویم و در جمعه بعد از این با خواهش برادر عزیز منصوری
الان تر کیف این سوری فیلا با شما تفسیر بکنم انشاءالله جامعی صحبت جمعه آینده چیز با اعلام میدارم. به خاطر آن تفسیر میکنم که یکی از برادران ما پرسیدن که ما شنیدیم از بعضی کسان که گویان که از زمان رسول اکرم پیشتر از تواضعشان برای خراب کردن خانه کعبه کدام از پادشاه‌های کافر قصد کرده بوده است. گویا این صحبت در شأن امون نازل شده است. یک صحبت میکرده. خدا خواهد این خواهش برادر عزیز خواهشان بکنم گردیم است با همین همه شما رو بار دیگر به این روزی مبارک به این روزی عبادت و پرستش شما تبریک میگویم و دعا میکنم خداوند عبادتاتان قبول نماید و این زحمت‌های کشیدگی در این امتی حق الله نصیب گرداند. آمین یا رب العالمین.